هر روز در این دنیای بزرگ ما اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. بیشتر آنها کاملا عادی و روزمره‌اند، اما گاهی رویدادهایی پیش می‌آیند که کاملا از چارچوب معمول خارجند. اتفاقات عجیب، مرموز و حتی گاهی غیر قابل توضیح. امروز می‌خواهیم به دنیای عمیق چنین رویدادهایی برویم. امروز می‌خواهیم کمی عمیق‌تر وارد دنیای چنین رویداد شویم و با هم مجموعه‌ای از لحظات شگفت‌انگیز را ببینیم که به طرز معجزه‌آسایی توسط دوربین‌ها ثبت شده‌اند. حتما تا آخر ببینید، لایک کنید و کامنت بگذارید. بسیاری از مردم با دیدن این جسم سفید و مرموز که در ارتفاع کمی آسمان معلق مانده است تعجب محکوب خواهند شد. در نگاه اول ممکنه تصور کنه که این یک شی پرنده ناشناس یا همان یوفو باشه، اما در واقع این وسیله برای بارورسازی ابرهاست. این تجهیزات با پخش مواد شیمیایی در هوا عمدن باعث ایجاد بارش باران میشوند. و حالا قلب این مرد را ببینید که انگار میخواهد از سینه‌اش بیرون بزنه، اما خودش کاملا آرام است. واقعا شگفت‌انگیز به نظر میرسه. بله، کوسه ها واقعا میتوانند دو سر داشته باشند. چنین نوزاد کوسه جهش یافته توسط ماهیگیران برزیلی کشف شده. در اصل این کوسه ماهی ها دوقلو هستند که در دوران جنینی در شکم مادر از هم جدا نشده‌اند. در موارد نادر چنین کوسه هایی حتی میتوانند عمر نسبتاً طبیعی و طولانی داشته باشند. ماهیگیران گفتند که در بیش از 30 سال ماهیگیری برای اولین بار یک کوسه دو سر را زنده میبینند. اینجا دقیقاً همان جایی است که می شود گفت زمین زیر پا می سوزد. باشندگان آرژانتین شیء عجیبی را در حال پرواز بر فراز یک مزرعه ثبت کردند. این جسم ناشناخته که شبیه بالون به نظر می رسد، بیشتر به فضاپیمای بیگانگان فضایی شباهت دارد. به نظر شما این شیء مرموز واقعاً چه چیزی بوده می تواند؟ این یک گودال ناشی از جنگ نیست. آنچه می‌بینید یک فروریزش طبیعی است، پدیده‌ای که به دلیل فرسایش سنگ‌های زیرزمینی و شسته شدن آنها توسط آب سرشار از دی اکسید کربن ایجاد میشه. چنین گودال‌های گاهی ناگهان در وسط زمین‌های کشاورزی سر بیرون میکنن و آدم‌ها را به حیرت و شگفتی فرو میبرند. وقتی یک مورچه میمیره، ماده‌ای به نام اسید اولگ آزاد میکنه. بوی این ماده مورچه‌های دیگر را جذب میکنه. انگار فکر میکنه بقیه مورچه‌ها برای عزاداری تجمع کرده باشند، بلکه حقیقت اینه که این یک واکنش طبیعی و همزیستی است. در آستانه کریسمس سال 2025 میلادی باشندگان شهر ریوبینسک روسیه شاهد منظره خارق‌العاده‌ای در آسمان بودند. ابرها دقیقاً بالای کلیسای به شکل یک صلیب کاملاً منظم در آمدند. نشانه الهی یا تنها یک تصادف شگفت‌انگیز؟ ثبت لحظه سقوط یک شهاب سنگ واقعاً شانس بزرگ در زندگی است. و حالا اندام‌های این ماهی را ببینیم که آنقدر شفافه که حتی میتوان درون بدنش دریا را دید. و صحنه خیلی جالبی که در اینجا به ضبط رسیده، دو خورشید در آسمان، اما یکی از آنها واقعی نیست. این نتیجه یک پدیده نوری است که در آن نور خورشید در بلورهای یخ در جو زمین میشکنه و این گونه یک صحنه شگفت‌انگیزی را خلق میکنه. در یکی از جاده‌های چین سنگ‌ها از زیر اسفالت بیرون زده و آن را در بسیاری از نقاط خرد کردند. هرچند توضیح دقیق برای این پدیده وجود ندارد، اما احتمال زیاد باران‌های شدید باعث تغییر ساختار خاک و بیرون زدن سنگ‌ها شده باشد. در آبهای تاریک اقیانوس آرام ماهیگیران موجودی عجیبی را از آب بیرون کشیدند. این موجود همزمان شبیه خرچنگ، ماهی و خزنده به نظر میرسه و یک بار دیگر نشان میدهد که اقیانوس‌ها هنوزم به درستی شناخته نشده‌اند. اطلاعات بیشتر هم
درباره این ویدیو در دسترس نیست. گاهی شاخهای حیوانات به هم میچسبن و شکلهای عجیبی را میسازن و در این ویدیو شاخها به شکل یک قلب در آمدن. معلوم نیست این ویدیو چقدر طبیعی است، ولی نشان میدهد که در این بیابان هوا آنقدر گرمه که حتی شینها و ریگها هم گاهی شعله‌ور میشوند. دوربین‌های نظارتی در یکی از مزارع حوادث مرموزی را در دل شب ثبت کردند. در عمق زمین لرزش ناگهانی شبیه انفجار رخ داد و بخشی از مزرعه را ویران کرد، در حالی که هیچ عامل خارجی مشخصی دیدن نمیشد. انفجار زیرزمینی یا دخالت موجودات ناشناخته؟ چه فکر میکنید در این باره؟ یک صبح آفتابی باشندگان نیومکسیکو به جای طلوع معمول خورشید با چنین صحنه‌ای روبرو شدند. چیزی شبیه خورشید از پشت کوه‌ها بالا آمد، اما شکل عجیب آن بیشتر به یک ناهنجاری ناشناخته شباهت داشت. ماهی کامل به خودی خود منظره جادویی است، اما 3 ماهی کامل پشت سر هم چطور؟ این پدیده شباهت به هاله نوری هم ندارد. نشانه از آسمان یا فقط یک خطای دید بسیار نادر؟ در جریان یک سفر دریایی در اقیانوس اطلس، گروهی از ماهیگیران این ویدیوی بسیار عجیبی را ثبت کردند. در نزدیکی افق 14 نوری ثابت ظاهر شدند، حرکت نکردند، صدایی هم نداشتند و پس از چند دقیقه ناپدید شدند. توضیح قطعی برای این پدیده وجود ندارد، هرچند ممکنه نتیجه شکست نور خورشید هنگام غروب باشه. این ویدیو احتمالاً در جریان غواصی عمیق ضبط شده باشد. تشخیص صحت آن اگرچه دشواره، اما موجودی دیده شده شباهت زیادی به یک افسانه لیویاتان داره. موجودی عظیم الجثه‌ای که انگار هرگز درباره انسان چیزی را نشنیده باشد. و در بخش پایانی این تصویر که از دوربین‌های نظارتی یکی از مزارع در ایالات متحده آمریکا گرفته شده، موجود ناشناخته در حال حمله به گوسفندی دیده میشه. آیا ممکنه چوپاکابرا یا همان موجود افسانه‌ای که خونهای حیوانات را میمکد واقعاً وجود داشته باشد؟